درود به همگی. یه خبر خوب براتون دارم. این یارو سرهنگ راستیه بود، به زودی به چخ میره. لابد میپرسین چطوری؟ این ویدیو رو نگاه کنین تا بهتون میگم چطوری. داداشم سرهنگ راستی قلب مننا به مولا. یارو با 1 کیلو جوهر تو بدن تو خیانه شیرو دست من نیست. لات ایران منم، جرأت دارید بیاید منو بگیرید. وقتی که به دام داداشم راستی میفته، آقای راستی میگه چی افتی؟ میگه آقا اشتباه کردم ببخشید. دیدین دیگه؟ این یارو بچه فلاحه. خب تا حالا به هر کی گفته داداشم یارو به چخ رفته. داداشم حاجی زاده یادتونه الان داره داداشم سرهنگ راستی میکنه. به زودی این سرهنگ راستی تونم به چخ میره، میفرستنش بالا درخت.